салом шунавандагони азиз, муҳимтарин хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. имрӯз 3 июни 2020 сол аст. хабарҳои охирини рӯзро аз русия шурӯъ мекунем. шумораи муроҷиаткунандагон дар хусуси ҷой доданашон дар рӯйхати махсус оиди парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷирон кам нестанд. тавре консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода ба радиои Моҷир хабар дод, рӯз аз рӯз теъдоди муроҷиаткунандагон меафзояд. дар самти муайян намудани шахсоне ки эҳтиёҷашон бештар аст, комиссияи вижа дар назди консулгарӣ аз ҳисоби намояндагони корпуси дипломатӣ, намояндаи хадамоти муҳоҷират ва фаъолони ҷамъиятӣ таъсис дода шудааст. чун муқаррарот авлавият ба шахсони синни аз 65 сола боло, беморон, занони ҳомила, занони дорои кӯдаки хурдсол дошта авлавият дода мешавад. дар ҳама ҳолат консулгарӣ аризаҳои шаҳрвандонро қабул хоҳад кард. баъдан комиссияи вижа ҳар як аризаро бо асоснокҳояш омӯхта онро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. албатта ки нафароне ки дар боло зикр шудаанд барои интиқолашон ба ватан ба онҳо авлавияти бештар дода мешавад, гуфт консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода. طبق معلومات‌ها شماره چنین اشخاص مراجعه‌کننده به کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ از مرز 400 نفر گذشته است، ولی تا به حالت امروز 3 ایونی سال 2020 از روی اعلان قبلا پخش کرده وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان از سال 25 ایونی سال جاری از شهر یکاترینبورگ به تاجیکستان تنها یک پرواز چارتری به نقشه گرفته شده است که آن را طیاره شرکت تاجیک‌ایر باید سال 7 ایونی سال جاری به انجام رساند. این هم در حالی که یک طیاره قابل حداقل اکثر تا 200 نفر را میتواند در داخلش جایگیر کند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. در یک میدان ساختمانی در شهر اوبینسکی ولایت کالوگای فدراسیای روسیه یک کارگر قطاری 59 ساله شهروند جمهوری تاجیکستان از بلندی 9 ماشین افتید. خبر میدهد مدیا هولدینگ کاجینکو. موافق معلومات تفتیشات نفری به زمین سرازیر شده 59 ساله در بلندی بنای ساختمانی فعالیت میکرده است. فوتیده شهروند تاجیکستان است که قانونی در روسیه و در تشکیلات قدرتچی اوید مناسبت‌های مهنتی قرارداد دارد و به فعالیت مهنتی مشغول است. مفتشان با شاهدان حادثه و رهبر تشکیلات زیرقدرتی مصاحبه گذاران، تحقیقات و اکسپرتیزهای کارشناسان تعیین کرده شده است و عملهای تفتیشاتی را که برای مهیا کردن حالت‌های حادثه روانه شده‌اند اجرا گردانیده شده است. گفت در شهر حادثه سردار ریاست کمیته تفتیشاتی ولایت کالوگای فدراسیای روسیه لیلیا موشاکووا. از روسیه به قرقیزستان می‌رویم و خبرهای این ساعته روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف در جلسه پارلمان هنگام سوگندیارکنی رسمی اعضای نوی حکومتش شرکت ورزید. در برآمد خود و اینچنین به حل مسئله سرحد با تاجیکستان نیز توجه ظاهر کرد. سورونبای ژینبکوف قید کرد که پس از به منصب پرزیدنتی آمدنش در سیاست خارجی کشورش مشکلات زیاد موجود بود. پرزیدنت قرقیزستان از آن یاد کرد که یک سال اول فعالیت خودش را به تقویت دوستی همسایه کشورها بخشیده است. و خصوصا قید داشت که برای این کار زحمت زیاد کشیده است و همه آن نفرانی که هنگام چنین رسالت‌های دولتیش همراهیش نمودند تشکر می‌کنند. از جمله سورونبای ژینبکوف قید داشته است که مناسبت‌ها با شریکان تحکیم یافتند و دادگیری ارتباط کشورهای اروپای غربی و دولت‌های عربی به سطح نو برآمدند، اما به هر حال مسئله‌های حل نشده با تاجیکستان و قزاقستان باقی ماندند. وضعیت در سرحد دولتی علاخصوص در سمت تاجیکستان مشکل است. با وجود آن که ما با قزاقستان در یک فضای اقتصادی همراه هستیم، اما متاسفانه بعضی مشکلات نیز هنوز هم باقی ماندند. گفته است پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف هنگام سخنرانی در جلسه پارلمان.
سروبای جنبکов قید کرده است که چنین وضع در بین مردم نوروزی خواهش حل و فصل مشکلات را به بار می آورد، اما وی دعوت کرد که جریان قبول قرارهای سیاسی با صبر و درک بلند مسئولیت شهروندی انجام داده شود. این مسئله ها یک طرفه بدون اشتراک همسایه‌ها نمیتوان حل شد، تاکید داشته است سروبای جنبکov. و یادآور شده است که روند گفت و شنودها ادامه دارد. کمیسیه ها و گروه های بین حکومتی در این سمت کار میکنند و مسئله سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تحت نظارت شخصی او قرار دارد. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. در طول 2 روز اخیر تقریبا 300 شهروند تاجیکستان از ازبکستان و قزاقستان توسط راه زمینی و هوایی به وطن برگردانیده شدند. در این باره وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد 28 ایون در همکاری با مقامات ازبکستان 97 نفر شهروندان تاجیکستان به دوشنبه برده شدند. چنین 29 ایون در همکاری با مقامات قزاقستان 200 شهروند تاجیکستان با پرواز مخصوص شرکت سامانه از شهر الماتای قزاقستان به دوشنبه انتقال داده شدند. گفته می شود در خبر وزارت امور خارجه تاجیکستان. یادداشت می شویم که 20 ایون سال روان 553 شهروند تاجیکستان از 2 کشور همسایه که در گذرگاه سرحدی ژیبک‌ژولی قزاقستان جمع آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده شدند. در این روز توسط گذرگاه سرحدی فتح‌آباد بیش از 100 نفر تاجیکستانیان از ازبکستان به تاجیکستان راه داده شدند. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را شما مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و از تاجیکستان به ازبکستان میرویم. از 1 ایولی سال جاری مقامات ازبکستان به گروهی بیش از 3 نفر جمع شدند در جایهای جمعیت را در منطقه‌های دارای شرایط نامساعد با سبب کرونا ویروس نوع کووید 19 منع می‌کنند. از 1 ایولی سال روان در جایهای جمعیت بیش از 3 نفری از ساعت 7 صبح تا ساعت 23 شب در منطقه‌های سرخ و زرد گشتن منع است آمده است در خبرنامه رسمی وزارت بهداشت جمهوری ازبکستان. این تصمیم را ستاد مخصوص جمهوری ازبکستان اوید به مبارزه بر ضد کرونا ویروس قبول کرده است. همچنین از 1 ایول بازارهای کلان مالی و مرکزهای سودا در تمام منطقه‌های ازبکستان در روزهای شنبه و یکشنبه برای کارهای سانیتری و بی‌ضررگردانی بسته خواهند بود. شخصانی که طلبات نو را ویران میکنند طبق مقررات مقرر گردیده به جوابگری مأموری کشیده می شوند. مقامات ازبکستان قرنطین را تا 1 اوگوست سال جاری در حدود کشورشان تمدید کردند. خبر می‌دهد وزارت بهداشت جمهوری ازبکستان. و در آخر نشر خبری یک اعلان دیگر نیز داریم. امسال سبانتوی مسکو که یک جشن ملی خلق‌های تاتار و باشقرت به حساب می‌رود تحت سرپرستی تجلیل 75 سالگی غلبه و 100 سالگی جمهوری اتونومی سوویتی سوسیالیستی تاتار برگزار می‌شود و نخستین شورابینی و سیمیقوس فرهنگی آن در روسیه خواهد بود. شورابینی از جانب اتونومی ملی فرهنگی تاتار مسکو، ریاست سیاست ملی و مناسبت‌های بین منطقه‌ای شهر مسکو، حکومت جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه و حکومت جمهوری باشقرتستان فدراسیون روسیه تشکیل و راه مانده می‌شود. در این دوره دشوار نگاه داشتن عنعنه جشنواره سبانتوی با این نشان دادن وحدت خلق‌های روسیه، محبت فرهنگ و اهمیت چهاربینی‌های ملی خیلی مهم است و گفت فرید فارس رئیس کمیته تدارکات چهاربینی در صحبت با رادیو موجر. و طول سال‌های زیاد در باغ کلامانسکی مسکو هر سال عید سبانتوی چون یکی از بزرگترین جشن‌های فراملی خلق‌های حدودی روسیه تجلیل کرده می‌شود. امسال باشد جشن سبانتوی در فرمت آنلاینی برگزار می‌شود. آن را نه تنها ساکنان مسکو بلکه ساکنان دیگر منطقه‌های روسیه نیز می‌توانند به طریق فرمت آنلاین تماشا کنند. برگزاری جشن سبانتوی روز 4 ایول از ساعت 12 تا ساعت 18 توسط 7 شبکه در سامانه اتونومی تاتارهای مسکو www.autonomia.tatar معرفی
کرده می شود. مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شما روی موج رادیو موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما جریان دارند، ما را همراهی کنید. سلامت باشید.